دین به کتاب الله. ای بنده الله تعالی، ای مسلمان، دینداری تو باید طبق قرآن باشد، طبق کتاب الله باشد و سنن التي، و طبق آن سنت هایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم با طریق صحیح وارد شده است، نه حدیث ضعیف، نه حدیث موضوع. باید حدیثی که میخوانید بدانید که حدیث صحیح باشد، چون که دشمنای اسلام از نام پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث بافتند و علمای حدیث آمدن هر یکی آنها را جدا کردند، در کتاب‌ها علاهیده تصنیف کردند، ترتیب دادند، بیان کردند به مردم که این حدیث ها دروغ است، این حدیث ها بافته است، این حدیث ها صحیح است. حدیث های صحیح را از ضعیف جدا کردند. بنابراین مصنف در این بیت دوم تاکید میکنند که دینداری تو، عبادت تو، اعتقاد تو طبق قرآن کریم و طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اونم که صحیح ثابت شده باشد یا اقلا حسن باشد، تنجو، در این حالت تو نجات میابی. نگفتن که از چی نجات میابیم، نگفتن تا اینکه تمام انواع بلای دینی، دنیوی و اخروی را در بر گیرد. از تمام آفات نجات میابی اگر دینداری تو طبق قرآن و سنت باشه. و فقط نجات نمیابی، بلکه و تربح، فایده هم میکنی، فایده های دینی، دنیوی، اخروی.